السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطن عزیز، برادر مسلمان، روز حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بعد نماز بامداد نزد یارانش سوالی را پرسید. گفت: ای یاران من، کی امروز به سراغ بیماری رفته بود؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه از جای برخاست. گفت: یا رسول الله، من پیش از اون که به جماعت بیایم همسایه بیمار داشتم. اولا به سراغ او رفتم، دیدار او را دیدم، بعد به نزد شما آمدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: یا ابوبکر، جنت بر تو مبارک باشد. بر سر بالین بیماران گذر، زانکه این از سنت خیر البشر، تا توانی تشنه را سیراب کن، در مجالس خدمت اصحاب کن. اگر نفر بیماری را دید، او را با سخن نیک، با کردار و رفتار نیک نوازش کرد، برای او دوایی است. زمانی اگر انسان دوستدار برادری مسلمان باشد، دوستدار نفری باشد که او دردمند است و به خاطر خدا به سراغ او برود و برای او سخن نیک بگوید، برای او صدقه است. امروز جامعه را نظاره میکنیم، وقتی نفر بیمار است مردم از او میگریزند، مردم به سراغ او نمیروند و او را با چشم حقارت نگاه میکنند. ای بیننده عزیز، ای برادری هموطن، این از جانب الله است که برای بنده این نصیب می شود. اما زمان سراغ او رفتی و سر بالین او رفتی و او را سخنی نیک گفتی، خداوند برایت اجر می دهد. پس خود را از این اجر محروم نسازیم. و برادری که بیمار هستی، بدون که از جانب الله هست نعمت که خداوند نصیبت گردانیده است. نفرانی که از این بیماری فوتیده اند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنند هر نفری با طاعون، با وبای میگذرد، خدا عزوجلال برای او درجه شهیدی را عطا میکند. شهید از جانب الله عزت کرده می شود. پس آن نفری که جگربند را از دست داد، پدر را از دست داد، مادر را از دست داد، برای او این خوشخبر را میرسانم. اگر از این بیماری بود، خداوند او را در خانه قبر عزت میکند و قبر او را روضه جنت میگرداند. پس برادرم، خود زندگی خود را غنیمت بدان، حیات خود را غنیمت بدان و محبت را از بین دور نکنیم. بهترین وسایلی که عمر انسان دراز میکند، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنند این صله رحم است. وقتی اگر ما برادر، دوست مهربانمون بیمار شد و به سراغش نرفتیم، حتی یک زنگم برای او نزدیم، دل او را به دست نآوردیم، خداوند ما را از رحمتش بی نصیب میکند. اما نفر رشته برادری را مستحکم می‌دارد، صله رحم را زیاد میکند، خدای مهربان عمر او را دراز میگرداند و رزق او را فراخ میگرداند. برادرم، چنان در ابتدا گفتم، صاحب رزق الله است. اما ما توسط عملهای خیر می توانیم رزق خود را زیاد بگردانیم، عمرها را با برکت بگردانیم. یکی از برکت دراز شدن عمر انسان این صله رحم است، این عهد برادری است، این قدر برادر را دانستن است. پادشاهی را حکایت میکنند که روز فرزندش بیمار شد و بنابر سبب بیماری فرزندش به هلاکت رسید. زمان این خبر به پادشاه رسید، برای دوستانش گفت: بروید فرزند من را غسل نمایید، پاک کنید و او را به خاک بسپارید. پادشاه بعدی 3 روز خاندانش آمد و اظهار تسلیت را برای همسر مهربانش کرد. البته داغ فرزند وزنین است، اشک حسرت میریخت، اما شکر خدا را میکرد. بعد چند زمان برادرش بیمار شد، برایش رسانیدن که برادرت بسیار بیمار است. تخت و منزلت پادشاهی را برهم زد و آمد خانه برادرش و سر بالین او نشست و چند روز او را سخن نیک گفت و برایش طعام داد. روز برادرش دنیا را پدرود گفت. پادشاه خود او را شستشو کرد، کفن کرد و جنازه خواند. بعد چند زمان از خانه برادر نرفت. یار و دوستانش آمدن از او پرسیدند: چرا زمان فرزندت گذشت، در جنازه اش نآمدی، اما برای برادرت صله رحم را اینقدر خوب انجام دادی؟ پادشاه گفت: زیرا این برای من برادر است
من دیگر مادری ندارم که برایم برادر به دنیا بیارد. من دیگر پدری ندارم که بالای سر من که با مادرم زندگی را انجام بدهند و برادری به دنیا بیاید. برای من این برادر عزیزترین است. شاید عائله برپا میکنم و فرزند خداوند برای میدهد به خاطر صبر انجام دادنم، اما زمان برادرم از طرف دیگر برادری پیدا نمیکنم. برای می دوستای مهربان، بیننده عزیز، هموطن مهربان، برادری را از دست ندهیم، صله رحم را از دست ندهیم. در حق برادر و هموطن دعاگو باشیم، دلها را قوی بگردانیم، اراده را با خدا، رابطه را با خدا مستحکم کنیم. زمانی اگر ای بنده مسلمان اراده ات با الله مستحکم شد، حلقت را از حرام پاک داشتی، قدم را به سوی صراط مستقیم مستحکم نهادی، از خداوند هر دعای بخواهی قبول می شود. بزرگ می فرماید شب پیش خدا بگریستن زار، مسلمانان چرا زارند و خارند. ندا آمد نمیدانی که این قوم دل دارند و محبوب ندارند. پس برادرم دلها را با محبوب راست بگردانیم، با الله راست بگردانیم و با خدا صحبت کنیم. در نصف شب، در زمان خواندن نماز تهجد، در سجده از خدای ذوالجلال توسط دعا، توسط انجام دادن صدقه برای بیمارانمون شفا عطا کنیم. من از این مکانی که فعالیت کاری دارم، با مردم همنشین هستم، از روزگار جوانی حکایت میکنم. جوانی پدرش بیمار شد، در حالت بیماری، حالت وزنین، با چشمان گریان در این مسجد آمد. داملای محترم، من چیکار کنم که پدرم شفا بیابد؟ من گفتم دادر مهربان، اگر میخواهی خداوند پدرت را شفا بدهد، در خانه یتیم برو، در خانه بیوزن برو، اشک اونها را پاک بگردان، برای اونها مال هدیه کن، از اونها دعا طلب کن، اونها را بگو تا وسیله شوند با خدای ذوالجلال، با قلب پاکشان. این برادر چنین کرد. پدری که در حالت پیری بود، امید شفایش نبود، اما زمانی که یتیم دعا میکند، زمانی که بیوزنی که محتاج نان و طعام است در حق دعا میکند، در رحمت خدا باز میشود. چو دریای رحمت تلاطم کند، گناه صاحب خیش را گم کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.